یک شهری پر از عشق و پر از مهر و صمیمی، در روی زمین کشوری زیبای قدیمی. یک شهری پر از عشق و پر از مهر و صمیمی. دوشنبه هر روز حرف گفتنی دارد، تنها ما را می‌سازد که اندک آرام نشسته آن را گوش دهیم و محض همین سبب گردیده که نشر نوبتی برنامه شهر مهر روی اکران آید. سلام دوستان، اکنون ما گردش نمودیم به خیابان اسماعیل سامانی و در این نشر برنامه جایهای تاریخی برایتان معرفی خواهد شد که از زمان معاصر میگویند. اینچنین جایهای معاصر برایتان انعکاس می شود که از زمان تاریخ میگویند. این خیابانه که حالا قدم میزنیم نه تنها زیبا و نظرباست، بلکه گذرگاه بزرگان سخن، ایجادگران حرف نو بود، هست و خواهد ماند. زیرا اینجا یکی از عمارت‌هایی است که در داخل آن نفرانی به ادبیات تاثیرگذار نشستند که ادبیات را میسازند. این بنا قدمجوی سخنوران، خانه ادیبان می باشد. اتفاق نویسندگان تاجیکستان ماه می سال 1934 تشکیل یافته بود و حالا که ما در نزد خانه ادیبانی به نام میرزا ترسنزاده اتفاق نویسندگان تاجیکستان قرار داریم، این بنا سال 1977 پرره ساخته به استفاده داده شده است. البته در پیشتاق این بنا باز هم مجسمه های زیاد گذاشته شده است و هر یکی آنها به خود رمزهای خاص را دارا می باشد. در نوبت اول گذاشتن پیکره مکسیم گورکی و استاد صدرالدین عینی آن را افاده می کند که هر دوی اینها به هم دوستی قرین بودند. هر دوی اینها را به هم اول ایجادیاتشان قرین نمودند، پس آن در روسیه بارها واخوری ها نمودند. در واقع در آن طرف این بنا باز هم مجسمه دیگری آنها ایستاده است که حالا به نزدشان می رویم. کسانی که از تاریخ و ادبیات و تمدن خوب آگاهند این رمزها را زود درک می کند. برای همین هم ما اندک روبروی دیوارنگاره مجسمه های استادان سخن ایستادیم، تماشا کردیم تا اینکه به عمق این معنی ها رفته لحظه خود را وارثی ارزنده آنان احساس نماییم. وقتی این دو مجسمه صحنه حولی را می‌بینیم میگوییم برای چی اینقدر مکسیم گورکی و استاد عینی به فکر فرو رفتند؟ زیرا این مجسمه از روی عکس واقعی آنها در روسیه ساخته شده است. یعنی این صحبت طبیعی آنها می باشد. بیایید ما نیز اندک نزد آن مجسمه رفته میشینیم و این صحبت را با گوش قلب میشنویم. و من گشت و گذار کردیم، تماشا هم نمودیم، اکنون می رویم. هنوز نه. برای چی؟ آخر یک چیزی مهم را نگفتیم. چرا؟ رمز اتفاق نویسندگان که در پیشتاق این بنا نصب کرده شده است و آن هم آفتاب، کتاب و قلم می باشد و آن سرزمین آفتابی، سرزمین ایجادکاران بودن تاجیکستان را افاده می کند. می دانید چی دوستان؟ هر قدری که به این بنا نزدیک شویم شهامتش همان اندازه می افزاید. زود احساس می کنیم که تا چه اندازه حالا قلبمان را حسی هیجان فرا گرفته است. شاید این تأثیر آثار نیاکان یا خود روح بزرگان سخن باشد، مهم نیست. اساس آن است که ما به پررگی این احساس را درک نمودیم. اکنون رفتیم طریق راه زیرزمینی به آن طرف راه. در روبرویمان بینای بلندپایه مرکز سودای برکت می باشد که نام این بنا به نسل خرد و بزرگ شهر و حتی مهمانان نیز خیلی آشناست. اینجا را بانوان دوست می دارند، خیلی دوست می دارند. خصوصا
آنانی که در بابت زیبایی و حسن خود طرز لباس پوشی بسیار اندیشه میکنند بیشتر به اینجا می آیند، چون که اینجا در برابر همین گونه مغازه های برهوای لباس، اینچنین نقطه های فروش کسمتیکه های با صفت از برند های جهانی فعالیت میبرند. ما تنها در آشیانه یکم گشتیم، تماشا کردیم، سر کرده از لباس های نمودی اروپایی، ملی و زمانوی، حتی زیورها و جهاز آرایشی ناتکراری وطنی را نیز در اینجا یافتیم که همش اصیل و زیبا و خاصه به نظر می رسند. خلاصه گرچه خرید نکردیم اما وقت زیادتر صرف نمودیم تا که با این همه پیشروی و زیبایی ها شما نیز آشنا گردید. سیاحت خیلی جالب خود را ادامه داده به باغ پرچم رسیدیم و نخست به آثارخانه ملی وارد شدیم. اکنون ما در داخل بینای آثارخانه ملی تاجیکستان قرار داریم که این بنا در برابر خوشطرح و زمانوی بودنش پوره نکاسگری تاریخ ماست، زیرا هر نگاشته و نگاره هایی که در اینجا محفوظ نگاه داشته می شود از تاریخ پرغناوت ما قصه می کند. آثارخانه ملی تاجیکستان در برابر یک جای تماشابر بودنش ابیکت مهمی سیاحی تاجیکستان به حساب می رود که در دوام سال 2024 می گویند در عموم 102179 نفر سیاح داخلی و خارجی کشور از اینجا دیدن نمودند و سیاحان داخلی 94359 نفر می باشند، سیاحان خارجی باشد 7820 نفر. آثارخانه زیاده از 20 تالار نمایشی داشته، در آنها بهترین شاهکاری های نیاگان که معرفی کننده تاریخ و تمدن خلق تاجیک می باشند به معرض تماشا گذاشته شدند. تصمیم گرفتیم که آنجا اندکی سیر کنیم و حتی به این سیاحت ما خوانندگان مکتب نیز همراه شدند. گرچه خردسال باشند هم با دقت تمام به گفته هایمان گوش دادند. حتی لحظه خود را راه بلد حس کردم و این سیاحت خوب و خاطرمان گذشت. همین گونه عزیزان در صحن حولی مؤسسه دولتی آثارخانه ملی دستگاه اجرایی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مجسمه های گوناگون گذاشته شده است که ما در نزد یکی از همین گونه مجسمه ها قرار داریم، سلطان غیاث الدین غوری، و در رو برای این گذاشته شده است مجسمه یعقوب لیث صفاری. بازم تماشا میکنیم و برنامه ما ادامه دارد. بله، تاریخ شناسی تنها در داخل بنا محدود نیست، بلکه بیرون از آن هم ادامه می‌یابد. در هر یک مجسمه به اینجا گذاشته شده پاره تاریخ ما عکس یافته است که شماره‌اش 31 تاست و از تماشا در هر قدم افتخار کس افزون می‌گردد. دوستان عزیز، ما از آثارخانه ملی تاجیکستان با یک جهان تأثیرات و اینچنین حسی فرحمندی و افتخار بیرون شدیم و توسط این پیراهچه ها به سمت پرچم راه میگیریم، چون ما را همان طرف میبرد.
باغ پرچم ملی نیز در خیابان اسماعیل سامانی در مساحت 16.68 گکتار زمین جایگیر شده است و این باغ سال 2012 ساخته به استفاده داده شد. درباره خود پرچم اگر گپ زنیم، ستونپایش 165 متر بلندی را دارا می باشد و خود پرچم میدونید چقدر وزن دارد؟ 420 کیلوگرم. برای استفاده وسیع اطلاعات باشد در این باغ وای فای گذاشته شده‌اند که ما نیز از آن حالا استفاده کرده ایستاده‌ایم. همان خیلی که گفتیم درازی پایه پرچم 165 متر، اندازه خود پرچم 1800 متر مربع، برش 30 و درازیش 60 متر می باشد. باغ دو دروازه منقش دارد، یکی از سمت قصر ملت و دیگری از کوچه اسماعیل سامانی. موجود بودن کل نیز در بین هواداران سیر و سیاحت نفوذ این باغ را زیادتر می سازد. سایه درختان مجنون بید را نمی گوید راحتی جان، مخصوصا اگر من این خیل شب باده داشته باشد. به به، برای نفس راست کرده دمی بیغم زدن باز چی نمی رسد می گوید حتی وای فای نیز هست. دوستان، اینجا نوابسته از فصل سال همیشه نسیم فورم میوزد، یعنی همیشه ساکن است. شب باده و تراوت خاصه خود را دارد. شاید از حساب این درختان سوزنبرگ و سایه افکن و همیشه سبز و خود از حساب این مجنون بیتها باشد. خیلی جای ساکن و براحت است و عین مدت است برای استراحت کردن. بیایید، باغ پرچم ملی شما را انتظار است. عزیزان، حالا ما آرام نشسته، آسوده نشسته گوش دادیم به صدای شهر که چگونه است. از دور موسیقی فورم به گوش می رسد، آهنگی وطن دوستانه، اینچنین چهچه بلبلکان که از درختان همین باغ صدا می دهد و اینچنین گشت و گذار ماشین ها. خیلی فورم، خیلی جذاب و راحت بخش است به کس. ای هموطنان، می شنوید این زدنی دل؟ ای هموطنان میشنوید این زدنی دل؟ آره منم آن دل که زنم در بدنی دل شاد کند از دل پاک زن سخنی دل. ای هموطنان میشنوید این زدنی دل؟ از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور نبضی خوشی آمد تبا علی مادر. از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور نبضی خوشی آمد تبا علی مادر. عزیزان، نوابسته از آن که اینجا برنامه دیگری شهر مهر به انجام می رسد، ولی ما تماشا را ادامه می دهیم. اینچنین شما نیست، با ما تماشا کنید. سربلند باشید.